اگر از بامیان و قندهاریم همه ما پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همه ما پک براریم سید نعمت الله بیا مادر جان شما اینجا بیا شما نه خواهر شما اینجا بیا و چی میگم اگر از کابل و بلخ و تخاریم اگر از بامیان و قندهاریم همه یک میشه اگر از بامیان و قندهاریم همه ما پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همه ما پک براریم اگر از لوگر و غزنی و قرات و یا هلمند و هرات همه ما پک براریم همه ما پک براریم خب دیگه مادر جان دیگه تمام کار شما خوشویش هستین شما من برادرش هستم. برادرش هستین برادر ندارم. خب خدا غرق که رحمت تسلیت برتان میگم خب کلگی کارا آمادگی دارین کلگی کارایتان خلاص شده خب. اینجا شما چیز کردین فقط شما شستان اینجا بمانید دیگرها خوش هست خدا مانده فرم چیز شده دیگه خدا نیک مبارک کنه پای قدمش نیک باشه پای سلامت باشه حاجی وکیل. با پای هم پیر شود چی میگم نمیفهم با پای هم پیر شود با پای هم پیر شود خدا نیک مبارک کنه فعلا میگه با پای هم جوان بیمان. خدا بخیر سلام همین میگیم پک براره بازم تبریک باشه مادر عزیز تبریک باشه پای قدمش نیک باشه بخیر باشه نصرالله محمدی مادر عزیز پدرت کجاست؟ این نجیله این لراجع مادر خوب افسرد اون کم فشار داره واسه گریزش کم که گفته چی شما میگشت راجع اینجا شاسی سماندر دیگه کلی کارایتان خلاص شده خلاص هیچ کار نمانده نه دیگه همینجا شسته بود صحیح شد نیک مبارک باشه مادر عزیز پای قدمش ایتونه شو یک اشتباهی بکنه خدای بختور کی و قدم بختور شما از بالا خود بگید مبارک و زب خپل پاشا خدای نیک نه خدای نیک مبارک مرجانی سلامت باشه صحیح خدا نیک مبارک پای قدمش نیک باشه خدا نیک مبارک بخیر تشکر شما دیگه با پای هم پیر شده کاش که یک چند دوباره به دری یاد میگیریم